تقدیر ما و شما را کی نوشته میکنه؟ الله. الله تقدیر کرده که این بچه باشه، این چی باشه؟ دختر باشه. امی کسایی که پیش فالبینا میرن که الله برای یکی اولاد میته، برای یکی نمیته، برای یکی بچه میته، برای یکی دختر میته، برای یکی اردوشه میته، برای یکی هیچ کدامش نمیته. صحیح نه؟ حالا می کسایی که پیش از این فالبینا و پیش از یا میرن میگه که برای من تعویض بده که ما بچه پیدا کنم یا دختر ما بچه شوه یا ما اولاد ندارم صاحب اولاد شوم. آیا اینا برای از این مخلوق از مخلوق فعل خالق تقاضا کردن یا نکردن؟ و او کسی که میگه بله من این کارم میکنم، من دخترت بچه میسازم، یا خدا تو را اولاد نمیته، من برات امر نشته میکنم، تعویض یعنی امر، العیاذ بالله، و من برای چی بته؟ اولاد بته. و در تقدیرتون نرفته، من تقدیر تغییر میکنم. امی کسی که امی فعل خالق تقاضا میکنه ربوبیت، خود دعوای ربوبیت کرد نکرد، اما بیچاره چرا امی کار میکنه؟ به خاطر ازی که این بیچاره در عقیده فکر نکردن، در پیسه فکر کردن. این در پیسه فکر کرده، در عقیده فکر نکرده. و او کسی که پیشش آمده او در اولاد فکر کرده، در عقیده فکر نکرده.